امیال کافرها خودشان اعلان میکنن، میگه اگه در افغانستان شریعت الله تطبیق شود ما کتش رابطه را قطع میکنیم. صراحتا کفر خدا میگه، والله به صراحتا دشمنی خدا با امرای الله اعلان میکنه. والله نماینده آلمان گفت، من خودم در فیسبوک خواندم خبر است، نماینده آلمان گفت، نماینده امریکا گفت، نماینده ملل متحد گفت، نماینده روس گفت. بالاخره این نمایندهایی که میگن که اگر در یک مملکت شریعت الله تطبیق شود ما کتازیا کل رابطه خدا قطع میکنیم. معلوم دار که کافر دشمن الله است، دشمن شریعت الله است، دشمن موجود نیست. به خاطر که ما دشمنی میکنه وقتی که موجود دوست الله است. همین کافرای قریشی که رسول الله صلی الله علیه و آله در غزوه بدر و احد گردنایشان زد، یا که پیغمبر صلی الله علیه و آله از نگاه جسمی بسیار پیغمبر را دوست داشتن، روزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا اله الا الله را بیان کرد